قلاردوی هوایی افغانستان نقش مهمی را در تأمین امنیت کشورمان ایفا می‌کند. مهمترین وظایف این قلاردو انجام گزمه‌های هوایی و اکمالات اردوی ملی میباشد. آنها تجهیزات و سربازان اردو را به ساحه عملیات انتقال می‌دهند. وی وظیفه و مسئولیت ماست که در برابر مردم خود، در برابر وطن، که ما باید در هر گوشه و کناری که احساس شد و ضرورت پیدا شد به پرواز ما حاضر هستیم که وظایف خود صادقانه و وفاداری انجام بدیم. قلاردوی هوایی دارای هلیکوپترهای ترانسپورتی و حربی و طیاره‌های ترانسپورتی میباشد که از آنها برای عملیات‌های نظامی و کمک به مردم در واقعات اضطراری استفاده می‌شود. قلاردوی هوایی در انتقال مجروحین اردوی ملی و شهدایی که در دفاع از وطن شهید شده‌اند نیز همکاری می‌کند. پیلوت‌های قلاردوی هوایی با شوق از وطنشان دفاع می‌کنند. تر آخرین قطره وینې پورې د افغانستان له خلکو نه د وطن نه او خپل د کورنۍ نه به دفاع کوو او د هغوی په ساتنه کې به خپله اساسي ونډه ترسره کوو. اخیراً هلیکوپترهای قلاردوی هوایی پروازهایی را در حمایت کمیسیون مستقل انتخابات انجام دادند. آنها صندوق‌های رای را به نقاط دوردست کشور انتقال داده و دوباره جمع‌آوری نمودند که باعث خوشنودی مردم شده است. قوای هوایی افغانستان که در انتقال رای مردمی درواز از طریق طیاراش همکاری میکنه، ما اظهار سپاس و تشکر میکنیم. و از ابتدا تا انتها قوای هوایی رول مهم بازی کردند، بسیار به حساب همکاری شایانی را انجام دادند. قلاردوی هوایی وظیفه مهمی در تأمین امنیت مردم انجام می‌دهد. قوای هوایی نیروی ملت است.